پروینه خوش آمدی. با گوشم میرسد آوازی فورم، برآرد از دل جانم همه غم زی آوازی خوشت. دردم شود دور زی قد قامت چشمم گیرد نور. ای وای حافظه خوشخوان تاجیک تو رو صد آفرین گویم. تبریک زنده باشی، یک جان تشکر. آوازت خسته نباشه. یک خرسک میزنیم پروینه نورزاد تحت سرپرستی اکای بختیار جبارزاد خراسانی. مرحبا. شعری ناشم نگفتی کن سلامت باشم. همین سر در شش برای بیدر دادر کسته جان شخور میدم برای شما بچه مرحبت کناری بکنیم. وقت کمان بگن زنده و سلامت باشم. یا تسکر سلامت عمرتون بسیار و پرایجاد بود، زندگی رو بختتون بنیاد بود، خانه هاتون دائما آباد. دوستان میمونان خویش تباران، این شام در خدمت ما و شما در خرسندین خاندان در خوشبختی داماد عروس این شب یک گروه صنعتکاران از ناحیه خراسان، بانوی هنر، حافظه جوان و امیدبخش، بلبلای باغ صنعت پروینه بانو نورزاد امروز در مهمانی ما هستند. یک قرصکی به خواهد میزنه. دوستان عزیز، تحت نوار تحت قرصک‌های شما روی صحنه هنر، بانوی هنر، حافظه جوان امیدبخش که وقتهای آخر آوازی او در دل دیده ما جای گرفته است، پروینه بانوی نورزاد در روی صحنه میخونیم و میگیم که پروینه بانو خوش آمدی. آوازی خوشت زینت هر انجمن است، زیبنده شکوفه های سرو چمن است، در هر سرود و ترانه دلکش دو میری خوشی مادر است. میری وطن از دسته سازی و آوازی تحت راهبری پروینه بانوی نورزاد و سرپرستی بختیار جبارزاد خراسانی امروز در مهمانی ما هستند. یک خرسکی به خور میزنه بانوی هنر را پیش باز بگیریم. خوش آمدن، زنده باشن. سلامت باشن، زنده باشن. یک سرود غریبی میخونم، بعدا رقص بازی میکنیم، خرسندی میکنیم. توی این بارک شب خوش آمدن. سلامت باشن.